معلش حبیب جان خیر حبیب جان خیر نکن نه راست حبیب جان السلام علیکم پدران و مادران، برادران و خواهران و دوستان شیرین‌تر و نزدیکتر از جان. خوب نوا را شما دیدید. گسیل شهروندان یعنی جوانهای تاجیکی که شهروند روسیه هستند، پاسپورت روسی دارند، با ارتش روسیه از روی فرمان موبیلیزاسیون. خوب صدای گریه مادران را شنیدید، اپاها را شنیدید، به خاطر فرزندانشان، به خاطر برادرای خود اشک چشم ریخته ایستاده. شیران مردمی ما انشاءالله که دعاگوی انا همین جوان ها هستیم. بگذار در کجای همشان سربلند باشند، در کجای همشان خداوند نگهبانشان باشد. همیشه دعا کنیم که پروردگار تمام مردم تاجیکستان عزیز را در هر کجای دنیا نباشند هم الله یار و مددگارشان باشد. و به همان مادرانی که فرزندهایشان به خدمت حربی رفتند، خواه در تاجیکستان باشد، خواه در روسیه باشد، هر کجای باشیم آنجا بحر ما وطن است. هر کجایی که شهروند شدیم آنجا بحر ما وطن است. مادر است دیگر میسوزد برایش، خیلی میسوزد. خداوند به همان جوانها قوت بدهد و به همان مادران عزیز صبر دهد. انشاءالله الله مهربان است. پس هر یک مصیبت یک حکمت خیلی خوب دارد. الله یارو مددگار همه شهرمردان وطن باشد و الله همه این مادران را در پناه خود نگه بدارد.